آقای دانشمند و کم ارزش جلوه دادن تصمیم قربانی کردن اسماعیل توسط ابراهیم علیه السلام با یک دروغ شاخدار. یا حسین گفتن کمه، گریه بر ابی عبدالله کردن مقام کمیه. الله اکبر. تو روایات داریم شیعه و سنی نقل میکنه ابراهیم خلیل وقتی اسماعیلش میخواست ذبح بکنه چاقو رو پرت کرد و همتون میدونید بعد او قوچه آمد خیلی ناراحت شد، هم ابراهیم هم اسماعیل. نشنیدید لابد؟ بشنوید. ناراحت شد. جبرئیل گفت آقای ابراهیم چرا ناراحتی؟ اسماعیل چرا ناراحتی؟ گفت ای کاش من فدای حضرت حق می شدم، ای کاش این چاقوه رو امرش نمی کردن که نبر، ای کاش این سر من از سرم جدا می شد. ابراهیم گفت ای کاش من پسرم رو فدای خدا می کردم. جبرئیل گفت آقای ابراهیم اینجا یه مناست ولی یه منای دیگه هم داریم ها. گفت کجا؟ گفت اینجا هر حاجی بیاد یه قربونی باید بده، ولی ما یک مناسکی داریم، یه حجی داریم. وقتی میان یه جاست، بگم منا کجاست؟ اسمش کربلاست. 72 تا قربانی میدن. گفت کیه این؟ گفت حسینه. تا گفت حسینه هم پدر هم پسر شروع کردن گریه کردن. اینجا رو گوش بده که قدر این عشقتو بدونین. جبرئیل یه لبخندی زد گفت مبارکت باشه آقای ابراهیم، آقای اسماعیل، تبریک بهتون میگم. به 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 چه مقامی، چه مقام عظمایی، به 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 چقدر رتبه بالایی. گفت چطور؟ گفت بگم اگه پسر دم ذبح میکردی به این مقامی که حالا رسیده نمیرسی، پسر ذبح بکنی نمیرسی. گفت من چه کردم؟ گفت مگه نمیدونی هر کی برای حسین ما گریه بکنه بالاترین مقامش میده. این گریه‌ای که کرده از ذبح اسماعیل بالاتر بود. این اشکا خیلی عجیبه، خریدارش خود خدا. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. و چون ابراهیم و اسماعیل تسلیم شدند و ابراهیم او را بر پیشانی بر زمین نهاد، ندایش دادیم که ای ابراهیم خوابت را به حقیقت رساندی، به راستی که نیکوکاران را این گونه پاداش می‌دهیم. همانا این آزمایش آشکاری بود. و قربانی بزرگی بلاگردان اسماعیل گرداندیم و برای ابراهیم نام نیکویی در میان آیندگان بر جای نهادیم و آن درود و سلامی بر ابراهیم است. بدینسان به نیکوکاران پاداش می‌دهیم، بیگمان او از بندگان با ایمان ما بود. بیننده گرامی، الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم تصمیم ابراهیم علیه السلام برای قربانی کردن فرزندش اسماعیل را می ستاید، اما می بینیم که چگونه آقای دانشمند با اختراع یک داستان دروغین می گوید اشک ریختن ابراهیم بر امام حسین از تصمیم برای قربانی کردن اسماعیل بزرگتر بود. آیا کسانی که امروزه در حسینیه ها به ادعای خود برای امام حسین اشک می‌ریزند عملکردشان بهتر از کار ابراهیم خلیل الله علیه السلام است که به دستور و فرمان الله جل جلاله خواست جگرگوشه خود را با دست خیش ذبح و قربانی نماید؟ در ضمن حجت الاسلام دانشمند ادعا می‌کند این خزعبلات را هم سنی و هم شیعه نقل کردند، اما باز هم مثل عادت همیشگی هیچ گونه آدرسی
از این کتاب ها نمی دهد.